اولین راهش اینه که دمپای شلوار رو میارید بالا، روی این بیبیلکی که اینجا بوتا و نیم بوتا داره تنظیم میکنید خودش گیر میکنه دیگه. دمپا رو یک کوچولو مرتب میکنید و خود به خود وای میست. خب بچه‌ها دومین راهش اینه که قسمت داخلی شلوار رو، نه بیرون اگر این کارو کنید زشت میشه، مشخص میشه. قسمت داخلی شلوار رو، این قسمتی که دوبله پارچه برمیگردونید میارید اینجا، با شستتون میفرستین توی بوت و بعد دمپای شلوار رو برمیگردونید. زمانی که برمیگردونید یه همچین حالتی رو تغییرتون میده. حالت سوم اینه که جوراب ساق بلند که میپوشین با بوتا، این شلواره رو به صورت مرتب، حالا من همینجوری میذارم که تایم ویدیو زیاد نشه، میذارید توی جورابه، زیپو به این شکل میبندید و حالا شلوار رو برمیگردونید. اینجوری موقع راه رفتن هم به هیچ عنوان در نمیاد. یه همچین